السلام علیکم و رحمت الله دوستان گرانقدر، امید دارم که دارای صحت کامل برخوردار باشین. امروز آمدیم در یکی از مناطق کابل یکی از فامیلایی را پیدا کردیم که واقعا ضرورت دارند. در این آب و هوای سرد قسمی که ما دیدیم بسیار آب و هوا سرد است و امروز هم روز برفی است. ما پول ارتباطی شدیم تا از طریق شما بتانیم به هم فامیلایی که واقعا ضرورت دارن کمک کنیم. انشالله شما در ویدیو میبینین بقیه از برنامه را که ما برشان چوب میگیریم برای می فامیلی که واقعا ضرورت داره. یک خروار چوب میگیریم دیگه، موادهای دیگه انشالله برشان در نظر گرفتیم دیگه. پاداش زیر انشالله به کسایی که کمک کرده خداوند اجر و دارای نصیبتان میکنه، چرا که فامیلا واقعا ضرورت دارن دیگه. خوش آرام باشین، اوقات خود داشته باشین، خداوند عزت نصیبتان کنه. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر. بازم خدمت همه شما دوستان عزیز سلام تقدیم میکنیم. قسمی که شما دیدین ما به می فامیلی که واقعا ضرورت داشتن و در این ها و هوای سرد، امروز هم ها و هوا برفی بود، خیلی هوا سرد بود. ما برشان چوب گرفتیم دیگر، مواد خوراک کباب به شمول آرد و روغن و یگان مواد اولی ضرورت دیگر که بود گرفتیم. فعلا آمدیم در خانه پیش حاجی صاحب. میشنویم از حاجی صاحب چی مشکلات است در زندگی. حاجی میگه از احیان چی بیان برادر خانم، خودت آمدی دیدی فلکوری کردی، همه برادرای ما میبینن، صدای ما میشنون. این روزگار زندگی خود حاجت گفتن نیست، میبینی که چقدر سخت آمده، چقدر مشکل است. دیگه چاره نداریم غیر در بار خدا. امید خود از خدا پاکش ما شما چی نمیکنیم. اما کسی که کمک میکنه او را به نام الله میکنه، خدای پاک حجشان بتیشه، حجشان میتیشه، هیچ امکان نداره. هر کس که میکنه به خاطر آخرت خود میکنه، به خاطر دین خود میکنه، به خاطر دنیای خود میکنه. که سوار مرد داریم، مردن داریم، قبر خدا وقتی تلخی جان کندن خدا برای کس آسان نیست. او بخشش به دردش میخوری، کمکاش بخشش روز ماشرش به دردش میخوره. و درد مسلمانه که میکنه که نداره، تفلکاش در خونه کرد، گوشنه است برای نومت چیزا که هست که هر کس که میکنه او یک ثواب میبره. بخیر باشید، برادر خانم، سلامت باشید. به خدا قبرتتونه که جمع کردن نکنید. زیاد تشکر کمک کردیم. آفرین قندلانای ازتان راضی هستیم، خدا و رسول راضی باشه. بخیر باشتان عزیز، شما رو به خداوند یکتا و بی‌نیاز می سپاریم. اوقات خوش، لحظات خوش داشته باشین. خداوند نگهدار.